دوستان عزیز سلام. این حال ما در مرکز ناحیه وخش قرار داریم. انیقترش در درآمدگاه ناحیه وخش، زیرا در اینجا نام ناحیه نصب گردیده است و با چنین یک حرفهای زیبا و خیلی هم دیدنی است و باید گفت که شبانگاه سیر کردن در ناحیه وخش عموما در تاجیکستان عزیز ما بسیار یک هوای تازه، پیشروی ها، چراغان کنی های هر یک کوچه هر یک شخص را وادار می سازد که به سیر و گشت براید تماشا کند و ما نوارهای آبادانی ناحیه وخش را، یعنی نوارها را ما روزانه زیر سرودی با نام وخش من که خدمتشاه سلیمов سراینده ناحیه وخش می سرایدک ما پخش کردیم و باید گفت که این دفعه باشد نوارها را شبانگاه ما تهیه میکنیم و پیشنهاد شما میسازیم و شما میتونید در زیر این پادپیسات کنید، زنگولچه را پخش کنید و آن نوارهایی که من بعد ما برای شما آماده میسازیم شما تماشا کنید. پس این لحظه اگر میخواهید که با ما سیر و گشت کنید پس با ما بمانید و من بعد نیز دیگر سوژت هایی که ما تهیه میکنیم برای شما ما تهیه میکنیم و پیشنهاد میسازیم تا که شما همه وقت تماشا کنید، زیرا که سیر و گشت کردن شبانگاه در ناحیه عموما در تاجیکستان عزیز بسیار یک حلاوت بخش است. پس با ما باشید دوستان.